در ازبکستان قیمت بعضی از مواد غذایی در یک ماه اخیر از 20 تا 70% بالا رفته است و مردم را مجبور کرده است خراجات برای بعضی از مسائل مهم از جمله صحتی و تحصیل فرزندانشان را کمتر کنند. از جمله قیمت آرد و محصولات نانی که چون در تاجیکستان محصولات اساسی استعمالی مردم در ازبکستان به حساب می رود از 105,000 سوم به 150,000 سوم رسیده است. قیمت گوشت و برنج و مواد غذایی دیگر هم نظر به یک ماه پیش بسیار گرانتر است. درباره سبب‌های این تمایل صحبت داریم با سراج‌الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. سراج‌الدین، به برنامه ما خوش آمدید و نخست میگفتی که سبب‌های اساسی بالا رفتن قیمت‌ها چی بوده است؟ خب ما خبرنگاران بخش ازبکی با رسپاندنتان گوناگون از مناطق گوناگون ازبکستان صحبت داشتند و فهمیدیم که مثلا قیمت گوشت، برنج، آرد، روغن خیلی بالا رفته. برای مثال میبرم گوشت 4 دلار شده، برنج 60 سنت و برنج مثلا دیوزیره تا 2 دلار برداشت شده است. روغن 1 دلار 20 سنت شده است. البته سبباش گوناگون است. اولین سبب عمدهش این است که نزدیک آمدن سال نو یا چیزی دیگه. البته این هم هست، ولی در مجموع هر سال پیش از سال نو در ازبکستان معاش‌های کارمندان دولتی، معلمان، شفاکاران بالا می رود. امسال 15% بالا رفت. همزمان خود ازبکستان، حکومت ازبکستان امسال تصمیم گرفت که عوض اسعار را، یعنی دلار را آزاد کند، یعنی کنورتاسیون را باز کرد. پس از آن نرخ دلار نسبت به کورس دولتی خیلی بالا رفت. مثلا امروز تقریبا 9,000 سوم 1 دلار می باشد که این البته به درآمد قشر عادی گوییم که کارمندان دولتی خیلی تاثیر سلبی خودش را گذاشته است. از همین همزمان پس از آزاد شدن کنورتاسیون، شرکت هایی که قبلا با کمک دولت آرد و روغن و برنج را از خارج می آوردن مجبورن با کورس گوییم بازاری، با نرخ بازاری دلار را عوض کنند و این به تن نرخ غذاهای ایمپورتی تاثیرش را میگذارد و بالا رفت خیلی، از 20 تا 70%. معاشا باشد 15% زیاد شد. این سبب اصلیش. البته خود مردم عادی در صحبت با همکاران شما، با خود شما چی گفتند درباره این بالاروی قیمت‌ها؟ هر وقتی که مردم معاششان زیاد می شود از این خوشحال نمیشن، چون میگن که همزمان با بالا رفتن معاش ها نرخ‌ها نیز بالا می رود. تاثیر یک همزمانه دارد که این البته به جیب هر یک کارمند دولتی تاثیر سلبی خودش را میگذارد و آنها مجبورند مثلا غذاهای اساسی را همچون روغن، برنج را کمتر استعمال کنند، گوشت را کمتر استعمال کنند و خب خرجات های برای فرزندانشان را نیست اینا مجبور میشن کمتر کنند. و طوری میدونیم در ازبکستان مثل تاجیکستان مردم اساسا محصولات نانی و نان استعمال میکنند. آرد مثلا چند پول شده است در این یک ماه اخیر؟ آرد را در ازبکستان از قزاقستان میبرند. آرد قزاقستان 150,000 سوم شده است که این تقریبا 17 دلار است و اگر مقایسه کنیم درآمدی مثلا میانه کارمندای دولتی تقریبا 200 دلار باشد، همگی به 10 جوال آرد معاش میرسد که این البته به یک خانواده کلان کم است، چون خرجات های دیگر را نیز آنها دارند. تشکر. همکارم سراج‌الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر سراج‌الدین.